نیکلای گریگورویچ ساوچنکو نخستین سردار ساختمان نیروگاه روغون صبح 17 دکامبر در بیمارستان رقم 70 شهر مسکو در سن 89 از کرونا ویروس درگذشت. یکی از نزدیکانش به پایگاه خبری بامداد خبر داد که ساوچنکو ابتدا با سبب پایان رفتن سطح گیموگلوبین در خونش بستری کرده شد، ولی در بیمارستان دچار کرونا ویروس شد. از 4 دکامبر در بیمارستان بوده و 4 روز آخر تحت دستگاه سونی نفسکشی ایول قرار داشت، ولی طبیبان او را نجات دادن نتوانستند و قلب نیکلای گریگورویچ صبح 17 دکامبر از عدم باز ماند. تاجیکستان نفری را از دست داد که در رشد اقتصادش خدمت بزرگ کرده است، گفت هم صحبت بامداد. نیکلای ساوچنکو 13 سال از سالهای 1961 1974 در ساختمان نیروگاه نورک اشتراک کرده، 14 سال از سالهای 1978 1992 سردار ساختمان نیروگاه روغون بود. او همچنین از سالهای 1974 1978 معاون سروزیر تاجیکستان بوده تمام ساختمان‌های جمهوری را راهبری می‌کرد و محض در همان دوره جهش صنعتی تاجیکستان شد. کارخانه‌های آلومین سازی و کارخانه فرفور ترسونزاده و خود این شهر ساخته شدند. به مناسبت 100 سالگی صدرالدین عینی خیابان به نام او در دوشنبه بازسازی شد و مجسمه عینی با یک مجمع یادگاری در این خیابان قامت افراخت. ولی مهمترین طرح‌های زندگی نیکلای ساوچنکو در تاجیکستان البته دو نیروگاه نورک و روغون بود. او خیلی صمیمانه با تمام قلبش تاجیکستان و مردم تاجیک را دوست می داشت. برای هر پیشرفت ما شادی میکرد، برای هر ناکامی ما غصه میخورد. او از مورد بهره برداری قرار گرفتن دوچرخه اول نیروگاه روغون چقدر شادی میکرد، زیرا این یک قدم دیگر به سوی جامعه عمل پوشیدن مهمترین آرزوهای زندگی او بود. نیکلای گریگورویچ آرزو داشت که انجام ساختمان نیروگاه روغون را ببیند. او این نیروگاه را مروارید سلسله نیروگاه در دریای وخش میدانست، گفت در صحبت به بامداد یکی از دوستان نیکلای ساوچنکو. و اما ماه آگوست سال 1992 وقتی که اتحاد شوروی برهم خورد و ساختمان نیروگاه روغون قریب تماما قطع شد، ساوچنکو به نفقه برآمده و ترک نه فقط مقام سردار ساختمان روغون بلکه عموما ترک تاجیکستان کرد. او آن وقت با چشمان گریان ترک تاجیکستان کرد. برای آن میگریست که نتوانست مهمترین ساختمان زندگیش را به آخر برساند. تصور کنید در اولهای سالهای 90 وقتی که اتحاد شوروی الکی فرو پاشیده بود، نیکلای گریگورویچ همچنان اداره به اداره میدوید، زاری و التجا میکرد که این ساختمان را دوام دهند. ولی آن وقت کسی در فکر روغون نبود. دیگر اتحاد شوروی پاش خورده بود. تاجیکستان به گرداب جنگ شهروندی فرو می رفت و وقتی که فهمید که تلاش‌هایش دیگر بیهوده اند و کسی برای ادامه ساختمان روغون پول نمی‌دهد، نیکلای گریگورویچ هم دست و دلش را شست، ولی وقتی می رفت تلخ می‌گریست. نقل کرد به بامداد یکی از دوستان ساوچنکو. نیکلای ساوچنکو تاریخ زندگیش را در کتاب ترجمه عالی پوویست ابیلوم به رشته تصویر کشیده است. او در این کتاب درباره بیش از 30 سال زندگی و فعالیتش در تاجیکستان با یک محبت و علاقه ویژه قصه می کند. درباره سالهای کوریش در ساختمان نیروگاه نورک ساوچنکو کتاب با نام نوریک تاجیکستان انرژیگیگانت وخش نوشته است و سال 2012 در مسکو کتاب سیوم او با نام راگونسکایا گیس ژمچوژنا وخسکا کاسکادا به چاپ رسید. در این کتاب نیکلای گریگورویچ با تمام هستیش از طرح ساختمان نیروگاه روغون دفاع کرده به اهمیت آن نه فقط برای تاجیکستان بلکه برای تمام منطقه تاکید میکند. این کتاب در سالهای نشر شد که علیه طرح ساختمان روغون مخالفت‌های شدید ادامه داشت و کم کسی باور داشت که تاجیکستان میتواند ساختمان این نیروگاه را به آخر برساند، اما نیکلای ساوچنکو به این تا آخر باور داشت.